یک معلومات نو بسیار جالب درباره جنگ اوکراین و ارتباطش که اروپا. دیروز زلنسکی ها اعلان کرد که چی هست که میخواه رایگیری در اوکراین. این بسیار گپ جالب است، از خاطر که پیش از او کتی 4 تا گرگاه 3 تا گرگاه در لندن 6 تا بودن، مرز و مکرون و دیگه در لندن. و یا با زلنسکی یک چیز بسیار جالب تشریح کردن که ما باید پیسه اوکراین بگیریم، از خاطر که و تو باید ای گپ بابانه تو بگیره میشه، اما این ما خودم ما کار داریم. یا و زلنسکی خود فکر میکرد که 110 میلیارد برش میتن و برش گفتن که از خاطر کردیت های خودتون هستن و ما باید جی افت نجات بدیم. مقصد از یاد بوده که سعی کنید اصل غیر قانونی است که یک شرکت پیسه یک قرضدار خود وقتای خود پس بخواه بده که یک قرض نو غیر قانونی به حساب یا قرض نوعی غیر قانونی است. گپ نیست که بانک های اروپا وضعشون بسیار خراب است، یا باید 57 تا 68 میلیارد راستش است که یا باید همیان داشته باشن که قرضایی بود که با اوکراین یاد دادن. حالی بانک ها اگه یکیش بفته یکی پشت پشت بانکای اروپا مفته و اقتصاد اروپا در زمین مفته. و دومش گپ چی هست که امی مملکت های آلمان، فرانسه، انگلستان یا کلشان امی کانسلرشان و امی رئیسایشان، امی وزیرایشان، امی حکومتشون حکومتشون از بین میره. امروز پس از بین میرن، هیچ شانس ندارن اگه یا پیسه روسیه را نگیرن، از خاطر که یا پیسه ندارن که این قرض این بانک‌ها را بدن یا این بانک‌ها را باید نجات بدن. اگه دبانن کلی حکومت ها خودشان از بین میرن و یا از خاطر که خود نجات بدن مجبور هستند پیسه اوکراین بگیرن. اما زلنسکی چی کرد؟ زلنسکی رایگیری را اعلان کرد، ادالی یا بانه حضیر ندارن که چرا پیسه روسیه را بگیرن. فکرتان است؟ از این خاطر نال نقطه جالب شروع میشه.